به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان بسیار گرامی قدر کانال نجم تیوی. هر یک شما را به برنامه پارچه ها از حیات بزرگان خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. امروز قصه ما و شما از خاندان نبوت، از خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم و درباره مهر و محبت بین زن و شوهر است. این قصه ما و شما از آن لحظه آغاز شده بود که ابوالعاص ابن ربیع، یک جوان، به خواستگاری دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب رضی الله عنها آمده بود. ابوالعاص پسر خواهر خدیجه، مادرمان خدیجه کبرا رضی الله عنها بود، یعنی پسر خاله زینب بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه مادرمان خدیجه رضی الله عنها زینب را به ازدواج ابوالعاص ابن ربیع درآوردند و این دو نوجوان بسیار با مهر و محبت زندگی بسر می بردند و از کمر آنها فرزند به دنیا آمد که نامش را علی گذاشتند. اما علی تقدیرش این بوده است که عمر طولانی ندیده در آوان خردسالیش از این دنیا چشم می پوشد. وقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده می شوند و پیامبر می شوند، زینب دخترشان زینب رضی الله عنها به دین پدرشان، به دین اسلام می درآیند و اسلام را قبول می کنند و شوهرشان ابوالعاص اسلام را قبول نمی کنند. ولی با وجود همین بین آنها محبت از بین نمی رود و این زن و شوهر با مهر و محبت و وفاداری زندگی بسر می برند. روزها می گذرد، سالها می گذرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت می کنند. جنگ بدر بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها از یک طرف و از طرف دیگر اهل مکه بر مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم می جنگند. این لحظه ابوالعاص در مکه بود و این جوان نمی توانست که از قوم خود، از اهل مکه جدا شود. اگر او به جنگ نرود، او را همچون ترسو و او را همچون خیانتکار حکم میکردند. ولی از جهت دیگر پدر عروسش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اما ابوالعاص با وجود همین متاسفانه همراه قوم، همراه اهل مکه بر مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنگ میبراید. این لحظه تصور کنید حال زینب را، یک زنی که شوهرش را بسیار دوست می‌دارد و برای شوهرش بسیار وفاکار است. در مقابل دیگر پدرش است. هر لحظه برای نصرت و غالب آمدن پدرش و اینچنین مسلمان ها آن دینی که او پذیرفته قبول کرده است دعا می‌کند. اما دلش به شوهرش هر لحظه غش می‌کند. خلاصه این جنگ به آخر می‌رسد و خبررسان می آید و خبر نصرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان را می رساند و زینب در حال خوشحال و خرسند می شوند. اما به ذهنش می آید که حال شوهرش چگونه باشد. آن شوهری که بسیار دوستش می دارد، که در مقابل مسلمان ها بود، در زیر اسارت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان می کنند به اهل مکه که کسی خواهد اسیران خود را فدا فرستد و ما آزادش میکنیم. و برای ابوالعاص زینب رضی الله عنها از همه قیمتترین، از همه گرانترین چیزی که در خود داشتند، گردنبندی که مادرشان در روز عروسیشان داده بودند، همان را همچون فدا برای شوهرشان میفرستند.
وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بین فداها میبینند یک باره چشمانشون به همون گردنبند میافتد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند بیارید آن را. وقتی میبینند و به دست میگیرند، تصور کنید آن گردنبند را کی داده بود؟ خدیجه، مادرمان خدیجه که از دنیا درگذشته بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همون خاطرات روزهای بهترین را به یاد می آورند. میگویند این گردنبند خدیجه بود. صحابه ها را جمع میکنند، میگویند این فدای کی است؟ میگویند فدای ابوالعاص ابن ربیع است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابه ها اجازت میپرسند، میگویند اگر شما اجازت دهید من دامادم را ابوالعاص را بدون فدا، یعنی فدای زینب را قبول نکرده، آزادش کنم. صحابه ها میگویند یا رسول الله شما نیاز به اجازت پرسی نداره. اما رسول الله که بسیار عدالت پرور بودند، در هر کار خود مشورت میپرسیدند و ابوالعاص را ندا میکنند، دعوت میکنند به نزدشان، میگویند من تو را آزاد میکنم و این را بگیر و به زینب برسان که این را بسیار احتیاط کند. این برای من بسیار گرانبها است. در همین لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوالعاص میگویند من به شرط تو را آزاد میکنم که زینب را به نزدم بفرستی. بسیار پزمان شده بودند رسول الله صلی الله علیه و سلم به دختر جگربندشان. این حالت را نفرهای خوب درک میکنند که فرزندانشان در غربت است. امروز چقدر جوانان ما و شما در غریبی هستند و والدین، پدر و مادر آنها این حالت را بسیار خوب احساس میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه مهاجر بودند و دخترشان زینب در مکه قرار داشتند و ابوالعاص قول میدهد و با قول خود وفاداری میکند. وقتی به مکه برمیگردد زینب را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستد. در بعض روایت ها آمده است که وقتی زینب به مدینه می آیند، شوهرشان اسلام را نپذیرفتند، ابوالعاص هر روز برای زینب خواستگارها به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، اما زینب امیدوار شوهرشان، وفادار به شوهر خود، هر لحظه انتظاری آمدن شوهرشان هستند. قبول نمی کنند. از بین 6 سال بین آنها فراق و جدایی می گذرد. بعد گذشتن 6 سال ابوالعاص به طرف شام برای تجارت می رود. وقتی برگشتنش به سوی مکه، صحابه ها کاروان او را احاطه کرده میگیرند، ضبط کرده میگیرند و ابوالعاص از زینب خواهش میکند که مال و متاعی که صحابه ها گرفته بودند آنها را خواهش میکند که برگردانند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب خواهش میکنند، اینچنین دامادشان ابوالعاص خواهش میکنند که آن مال را برگردانند. و چون عادت رسول الله چنانه که گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم عدالت پرور بودند، بار دیگر با صحابه ها مشورت میکنند. همیشه در همه کار رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابگان مشورت میکردند و اجازت پرسیدند که اگر شما راضی باشید مال و متاع داماد مرا برگردانه. صحابگان راضی میشوند و مال و متاع را میگیرند. قلب زینب به شوهرش متعلق، همیشه امیدوار است که شاید همین لحظه اسلام را قبول کند، اما متاسفانه ابوالعاص مال و متاع را گرفته به سوی مکه روانه می شود. آن مال و متاع امانت های
تاجران اهل مکه بود. وقتی معلومات های اهل مکه را، تاجران اهل مکه را تقسیم میکند و برمیگرداند به صاحبانش، این لحظه ابوالعاص اسلام خود را اعلان میکند و خداوند قلب او را به اسلام میکشاید و میگوید ای اهل مکه، من شهادت میدهم که الله یگانه است و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده اوست و میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و میگوید و این شهادت من میتوانستم در مدینه گویم، اما نخواستم که تا اینکه شما گمان نکنید که قبول کردن اسلام برای مال و متاع بود گفته. برای همین برمیگردد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به نزد همسرشان زینب رضی الله عنها و زینب بسیار خوشحال می شود. بعد 6 سال فراق این دو زن و شوهری که همدیگر را بسیار دوست می داشتند، وفاکار بودند، هم زینب و هم ابوالعاص وفاکار بودند برای همدیگر. زینب هم با امید آمدن شوهرش هر لحظه به ازدواج خواستگاران راضی نشد. اینچنین ابوالعاص به نکاح خود دیگر زنی را ازدواج نکرد و بعد 6 سال فراق آنها با هم یک می شوند و از کمر آنها خداوند یک فرزند دختر می دهد که نام او را امامه می مانند، نبیره رسول الله صلی الله علیه و سلم. امامه همون در روایت های چنانی که آمده است رسول الله صلی الله علیه و سلم امامه را به دست خود گرفته نماز می گذاشتند. این بود قصه مهر و محبت بین زن و شوهر. برادران و خواهران عزیز، از خداوند عزوجل دعا میکنم که در عائله های ما و شما نیز مهر و محبت فرا گیرد. امروزها بسیار در اخبار میشنویم که چقدر عدد طلاق زیاد شده است، یا چقدر بین زن و شوهر جفاگی است، چقدر درشتی است و چقدر بی‌وفاگی است و خیانت شوهر به همسر خود و خیانت همسرش به شوهرش. دعا کنیم که خداوند عائله های ما و شما را با مهر و محبت گرداند و خداوند همیشه هم در این دنیا و هم در آخرت بین زن و شوهر با نکی جمع کند. تا نوارهای آینده خداوند یار و مددگارتان باشد.